تا حالا به این فکر کردی که چرا آب که انقدر برای زندگیمون حیاتی ارزونه، اون وقت الماس که هیچ ارزشی برای ادامه بقامون نداره انقدر عجیب غریب گرون؟ سلام، من غزلم و امروز میخوام درباره یکی از عجیب ترین معماهای علم اقتصاد و دنیای انسان ها باهاتون صحبت کنم. پارادوکس ارزش یا همون پارادوکس آب و الماس. بخش 1، سوال اصلی از کجا شروع شد؟ اولین بار آدم اسمیت پدر علم اقتصاد این سوال رو مطرح کرد که چرا آب که برای بقا ضروریه انقدر ارزونه و الماس که تقریبا هیچ ارزشی برای بقا نداره انقدر گرون. این سوال ساده یکی از پیچیده ترین معماهای علم اقتصاد شد چون جوابش هیچ ربطی به اقتصاد نداره. جوابش برمیگرده به ارزش گذاریامون، به فرهنگمون، به کمبود و وفور و اینکه مغز ما چطور چیزها رو ارزشمند یا بی ارزش تشخیص میده. بخش 2، تضاد میون نیاز و قیمت. چیزی که خیلی بهش نیاز داریم خیلی ارزونه و چیزی که اصلا بهش احتیاجی نداریم زیادی گرون. چرا؟ برای فهمیدن این جواب باید 2 مفهوم رو کاملا درک کنیم. اولیش یوتیلیتی یا ارزش مصرفیه، یعنی یک چیز چقدر میتونه برای ما فایده داشته باشه. دومین مفهوم اکسچنج ولیو یا ارزش مبادله‌ایه، یعنی چقدر حاضرن برای اون چیز پول بدن. آب ارزش مصرفی بسیار بالایی داره ولی ارزش مبادله‌ایش پایینه و برعکس الماس ارزش مصرفی بسیار پایینی داره ولی ارزش مبادله‌ایش بسیار زیاده. اما این تازه سطح ماجراست. بخش 3، جایی که پارادوکس حل میشه. مطلوبیت نهایی. مطلوبیت نهایی یعنی رضایت یا ارزشی که از یک واحد اضافی از یک چیز به دست میاریم. بذار یه مثال ساده بزنم. تصور کن توی بیابون گیر افتادی، لبات خشک شده، احساس تشنگی شدید میکنی، نفسات سنگین شده و توی اون لحظه یه لیوان آب برات 1000 برابر با ارزشتر از یه الماسه. چرا؟ چون نیازت برطرف نشده. اما وقتی تو خونه ای و شیر آبو باز میکنی و آب از شیر سرازیر میشه، اون لیوان آب برات مطلوبیت خاصی نداره چون نیازت از قبل برآورده شده. پس فراوانی ارزش آب رو پایین میاره و برعکسش کمیابی ارزش الماس رو بالا میبره. پس نکتهش اینه، فراوانی و کمیابی ارزش رو میسازن، نه ضرورت. پارادوکس ارزش به ما میگه هیچ ارزشی مطلق نیست و همه چیز بستگی به زمینه داره. مثلا آب توی شمال اروپا تقریبا رایگانه، ولی توی یه منطقه خشک تو آفریقا میتونه به گرونترین کالای ممکن تبدیل شه. الماس هم تو نگاه اول خیلی ارزشمند به نظر میاد، ولی بخش بزرگی از این ارزش اجتماعی و نمادینه و ما اونو به عنوان زیبایی، عشق و لوکس بودن تعریف میکنیم. یعنی ارزش اون چیزی نیست که ذاتاً داشته باشه، خیلی وقتا ارزش اون چیزیه که ما بهش میدیم. این پارادوکس فقط اقتصادی نیست، آینه ای از ذهن انسان. آدم‌ها چیزایی رو ارزشمند میدونن که کمیاب باشن، قابل نمایش باشن و نماد جایگاه یا تفاوت باشن. برای همینه که الماس تبدیل میشه به نماد عشق و خواستگاری، ولی آب که اساس زندگی ماست چون همیشه دم دسته برای ما جذاب نیست و نادیده گرفته میشه. این همون رفتاریه که ما آدما توی زندگی روزمره‌مون هم داریم. چیزایی که همیشه حاضرن رو نادیده میگیریم و تو زندگیمون میریم دنبال اون چیزهایی که برای ما دور از دسترسن یا کمیابن، حتی اگر اون چیزا بیفایده باشن. اقتصاد مدرن میگه مجموع عرضه، تقاضا و مطلوبیت نهایی میشه قیمت. آب چون ارزش زیاده و مطلوبیت نهاییش کمه، قیمتش پایینه. ولی الماس چون ارزش کمه و مطلوبیت نهاییش بالاست، پس قیمتش هم بالاست. این توضیح یک لایه عمیق‌تر هم داره، اینکه این سیستم ارزش‌گذاری ممکنه باعث بشه که ما اهمیت واقعی چیزهای حیاتی که احتیاج داریم رو فراموش کنیم. درسته که آب ارزونه، ولی همین ارزون بودن باعث شده که ما قدرش رو ندونیم تا زمانی که کم بشه. به نظر من پارادوکس ارزش این روزا حتی از زمان آدم اسمیت هم مهم‌تره. چرا؟ چون دنیا شدیداً در حال تغییره. ما مشکلاتی مثل خشکسالی، بحران آب، کمبود منابع و جنگ منابع رو داریم. آب جایی که فراوونه با ارزشه، جایی که کمیابه ارزشش از الماس هم بالاتره. این پارادوکس داره به ما هشدار میده که فراوانی یک نعمت ناپایداره. چیزهای حیاتی فقط چون زیاد هستن بیارزش نیستن. این پارادوکس یه سوال خیلی عمیق رو به ذهن ما میاره.
اینکه تو زندگی واقعا چه چیزایی با ارزشن، چیزایی که ضروری‌ان ولی نامرئی‌ان، یا چیزایی که خیلی کمیابن ولی بیکاربردن. چند بار تا حالا شده توی زندگیمون دنبال الماس‌ها بریم در حالی که آب‌ها جلوی چشممون بود؟ تو کل این ویدیو من فقط درباره آب و الماس حرف نزدم. سلامتی، آرامش، وقت، روابط سالم، امنیت، اینا چیزاییه که بودن و دیدنش برامون کاملا بدیهی شده تا وقتی که نباشن. اگه بخوام جمع‌بندی کنم میگم پارادوکس ارزش فقط یک مسئله اقتصادی نیست. درباره ما انسان‌ها، درباره فرهنگمون، ذهنمون و اولویت هامونه و ما خیلی وقتا داریم چیزای ضروری رو نادیده میگیریم چون همیشه هستن. شاید بزرگترین درس این پارادوکس همینه. گاهی چیزایی که واقعا زندگی ما رو میسازن ساکت و بی‌ادعان و چیزایی که برق میزنن همیشه ارزش واقعی ندارن. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسید، همشون رو میخونم. تا ویدیو بعدی مراقب ذهنت باش.